تیم هما و پرسپولیس برگزار کننده فینال این رقابت ها هستند. آقای حسین خوشخان قضاوت این دیدار رو به عهده داره در ورزشگاهی که طرفداران تیم پرسپولیس جمعیت بیشتری رو تشکیل میدن و اومدن که در این دیدار پیروزی رو از آن خود بکنن. پلیس حرکت رو از سمت راست آغاز کردن، یک ضربه بلوکه میشه، برمیگرده مجددا بازیکنان زرتوش هما در مرکز زمین. ارسال یک توپ بلند، محسن آشوری توی محوطه جریمه، یک ضربه به توپ از بالای دروازه، توپ بیرون. زیا عربشه، محمد حسن انصاری پشت محوطه جریمه، موقعیتی داره برای شوت زنی، حالا ضربه‌اش رو میزنه و از کنار دروازه توپ بیرون. این بار کورنر رو از سمت راست دروازه ارسال میکنن، بلند، یک ضربه سر و کنترل از بازیکنان هما. این بار هم توی محوطه جریمه، کرمانی مقام، ارسال یک توپ در آستانه دروازه، توپ رو بیرون میکشن مدافعان خرید. این بار سجادی، آشوری توی محوطه جریمه روی توپ اثر میکنه، خوب بیرون اومد سجادی. یک بار دیگه مایل کهن، این بار ضربه سر از کنار دروازه به بیرون میزنه. نیمه اول 0-0 به پایان رسید. وقتی محمد مایلی حمله میکنه، شما دیگه اینا که حمله میکنه توپو میگیرید دیگه مکس نکنید، دوره برمیگردن تو زمین خودش. متوجه میشی؟ اینا یه ضد حمله میکنن، مایلی میاد جلو، وقتی شما توپو میگیری باز معطل میکنه، دوره میاد تو زمین خودش. مجدوا نره طرف چپ، میشی مجدوا بیا طرف راست کار کن. عوض کردی یا نره دیگه دایم اونجا واسطا. بعدم وقتی توپو لو میدی باز واسطه‌ای داری نگاه میکنی، وقتی توپو گرفته حرکت کرده تازه 3 متر پشت سرش حرکت میکنه. وقتا فرض شد توپ تیر یک اصلا یار نداره، ببین چند تا توپ اومده اینجوری زده، بیا تیر یک دیگه. عجله نکن، فرض شد هر چی بخوای عجله کنی توپ تو گل نمیره، یه خود خونسردتر. همینجوری سید خوبه. منتها باید فشار بیاری محمد مایلی، انقدر باید فشار بیاری تا توپ بره تو گل. فشار کاذبی که باید می آوردن. میتونم بگم اون موقع 5 تا 6 تا کورنر از دست ما گرفتن. موقعی که این مرحله گذشتش، یواش یواش به خودتون اومدین و کار فوتبال رو داشتین دنبال می‌کردین. این اتفاقات بقیه که به ضرر ما تموم شد، این ما بودیم که براشون به وجود می آوردیم. واقعا این ما بودیم که براشون به وجود می آوردیم. اگر همینطوری، من متأسفانه دیدم یکی دو تا از بچه‌ها یه حالت ترس و واقعا جوونن، حسن نورمهانی، سعید سفری، ولی باید ما مسلط به فوتبال باشیم. هیچ راه جدی نداریم. الان مهمترین کاری که برای ما، مشکلی که برای ما به وجود آوردن این مسئله بوده. یعنی اونا حمله کردن به صورت عمقی، فرشاد، مرتضی کرمانی، اینا تو عمق حرکت میکنن بدون، یعنی اصلا براشون مهم نیست که توپ میرسه یا نمیرسه، کارشون اینه، باید حرکت بکنن و خوبم پاس بهشون میدن. یکی اینکه اون دهنده پاس باید متوقف بشه از نظر کار، مثلا نتونه پاس راحت بده. یکی اینکه جمشید باید پوشش بدید به جای حافظه‌گیری، مگر اینکه گفتم این با این خط هماهنگ باشه. ما که نداریم. باز هم در نیمه دوم می‌بینید که بازیکنان پرسپولیس حرکت‌های خود رو دنبال می‌کنن. باز هم محمد حسن انصاری یه بازیکن رو جا می‌ذاره، حالا باید ارسال کنه و کورنر. برای چندمین بار هست که بازیکنان پرسپولیس از ضربات کورنر استفاده می‌کنن. باز هم محسن آشوری مأمور زدن ضربه کورنر. ببینیم این بار چگونه استفاده می‌کنه. ارتباط قطع میشه یک بار دیگه برای بازیکنان پرسپولیس و ضربه فرشاد پیوز. گل اول برای پرسپولیس توسط این بازیکن فرشاد پیوز. حلقه شادی قرمزپوشان تهران رو میبینید. پرسپولیس 1 هما 0. بالاخره مزد حملات خود رو گرفتن. یک بار دیگه محسن آشوری از مرکز زمین صاحب توپ هست، جلو میره، یه بازیکن رو پیش رو داره، ارسال یک توپ، یه موقعیت و باز هم مدافعان توپ رو دور میکنه. ارسال یک توپ بلند و دستان بلند احمد سجادی. مایل کهن، یک بار دیگه فرشاد پیوز و کورنر. علی پروین رو میبینید، سرمربی پرسپولیس. این هم ضربه آخری که به سمت دروازه سلطانی شلیک شد. بالاخره پرسپولیس این بازی رو 1-0 به سود خود تمام میکنه تا جام حذفی رو
از آن خود کنه. بازی های زیبایی که این تیم انجام داد و این هم شادمانی قرمزپوشان تهران که علی پروین رو به دوش میکشن، دور پیروزی افتخار رو میزنن. این تیم قهرمان جام حذفی باشگاه‌های تهران در سال 1366